پیدایش انسانیت از حضرت آدم علیه السلام و مادرمون حوا. بعدا انسان‌های دیگر تا آنها فرزنددار شدن و دومی پیدایش انسانیت چه خیلی بود. همین رو میفهمونید که وقتی که الله سبحانه و تعالی حضرت آدم علیه السلام را آفرید، از قبرغه چپشون حضرت حوا را آفرید، همسرشون. بعد از آن از اینها مردهای زیاد و زنهای زیاد را در عالم پراکنده کرد. یعنی بعضی مفسرها میگویند در تفسیر سوره مائده می آید حضرت حوا 2 فرزند تولد میکردند، یک پسر یا دختر. همین گونه برای آنها اجازت بود که از دیگر شکم خانه‌دار شود. مثلا شکم اول 2 فرزند تولد شد، یا پسر یا دختر. دختر این به پسر دوم شکم و دختر دوم شکم به پسر یکم شکم خانه‌دار میکردند. یعنی از یک شکم یک بار تولد شدگی خواهر و برادر ممکن نبود نکاح کردنش، لیکن از شکم دیگر که تولد شد اجازت بود. اما این در شریعت ما حرام گردانیده شد، برای آنکه زنها حاجت نیست دیگه. در دنیا شاید 5 میلیارد 6 میلیارد زن است، برای همین در شریعت ما حرام گردانیده شد گرفتن خواهر و محرم ها. در سوره نساء الله تعالی به تفصیل بیان کرد. و تا زمان حضرت نوح علیه السلام 10 نسل گذشت. یعنی آدم، فرزندانشان، نبیرگانشان، ابیرگانشان، چبیرگانشان و غیره امثال، حضرت نوح 10مین نسلشون است. از حضرت آدم تا حضرت نوح شرک نبود. یعنی همه الله تعالی رو یگانه پرستش میکرد. چون که حضرت آدم علیه السلام پیغمبر بودند و فرزنداشون تعلیم میدادن شریعت رو، همه یگانه پرست بود. و در زمانی که حضرت نوح پیغمبر شدند 5 شخصان بزرگ بودند. وقتی که اونها از دنیا یک بار همشون در 1 سال گذشتند، شیطان الهام داد به قلب بعضی آدم ها که هیکل همینها رو سازد. برای چی؟ به جاهایی که عبادت میکردند، در جاهایی که عبادت میکردند هیکلاشون رو سازد، تا اینکه ما اینها بینیم و اجتهاد آنها، کوشش غیرت اینها، عبادت آنها به خاطر ما بیاید و ما هم الله تعالی را زیادتر عبادت کنیم. با همین مقصد هیکلاشون را ساختند. و بعد گذشتن اینها و نسل‌هاشون گذشتن، اونایی که در این وقتی ساختن هیکل‌ها نبودن به دنیا آمدن، شیطان با اونها گفت که این هیکل‌ها ساخته نشده است مگر برای عبادت، ما باید اینها رو پرستش کنیم. بعد مردم از همونها یاری میپرسیدن، اونها آمده در نزد هیکل سری تعظیم میکردن و از او یاری میپرسیدن و عبادت میکردن. بعد حضرت نوح پیغمبر شدن. 950 سال مردم رو دعوت کردن که الله تعالی رو یگانه پرستش کنید، اینها رو عبادت نکنید، اینها سنگی هست، از سنگ یاری نپرسید. خلاصه قبول نکردن، مگرم 80 نفر، اطراف 80 نفر آدم قبول کرد. در مدت 950 سال 80 نفر آدم به رسالت حضرت نوح ایمان آورد. بعد دعای بد کردن: رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. ای الله در روی زمین یگان نوع کافر نماند، هر کافر جانش گیر. حتی یکی از پسرهاشون هم گریخت، همسرشون هم ایمان آورده بود. اینا همه در آب ماندن، غرق شدن. 80 نفر آدم زنده موند. 150 روز در بالای کشتی. اول الله تعالی امر کرد که کشتی کلان سازند. کشتی ساختن، در آن از حیوان‌ها یک جفتی، از پرنده‌ها یک جفتی، و همین 80 نفر مسلمان‌ها رو گرفتند. دیگر باقی مانده همه در آب غرق شد. یعنی یک مراتبه دیگر نسل آدمی از روی زمین کنده شد به غیر همین 80 نفر. اکنون وقتی که حضرت آدم اولین مراتبه آفریده شده 1 نفر بودن، اکنون این دفعه 80 نفر است. البته از 80 نفر پهن شدن آسان‌تر است. بعد از آن بین حضرت ابراهیم و حضرت نوح، یعنی که چندین عصرها هست، و بین حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت محمد علیه السلام
بنابر قول بعضی مورخان 40 نسل هست و بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و بین ما از 1400 سال گذشت، یعنی میشود گفت 14-15 عصر گذشت. همین خیلی که اون گپایی که 850 میلیون سال پیش در این دنیا کرکدیل ها یا که دینازورها زندگی میکردن، این گپای دروغ و بی اساس است. برای چی؟ برای اونکه حتی به حضرت آدم هم یعنی که 100,000 سال نشده است. بین حضرت عیسی ببینید 2024 سال بنابر تاریخ شماره مسیحی ها، اگرچه در این کمتر غلط هست، یعنی که به تولد حضرت عیسی علیه السلام 2024 سال نشده است. اینجا کمتر 9 سال 10 سال خطاگی ها هست پیش و قفا. و بین حضرت عیسی و موسی 1,500 سال بود، یعنی بین ما و بین موسی و فرعون 3,500 سال تقریبا. بین حضرت موسی و بین حضرت ابراهیم 1,500 سال تقریبا. البته این چیزا چون در اون سالها سال شماری دقیق نبود. تاریخ بدایه و نهایه ابن کثیر نوشتن یا تاریخ طبری هست، البته به زبان عربی، اونو که ترجمه شده است در اون اختصار و کمبودی ها هست. یعنی اصلی کتابی که مؤلف خودش نوشته است او به زبان عربی هست، تاریخ طبری، یعنی که متقدم تر امام طبری، امام مفسرها، این کس در عصرهای بر وقت گذشته است. بعد از اون حافظ ابن کثیر تا سال 700 از البدایه و نهایه نوشتن، از بدایت شروع کردن. حالا الله تعالی بود دیگه هیچ چیزی نبود. اولین مخلوقی که الله تعالی آفرید آب است، سپس عرش را آفرید. تا زمان خودشان تاریخ کردند، بعد قیامت را تاریخ کردند، حیات آخره. نهایتش یعنی البدایه و نهایت، بدایت و نهایت، نهایتش درباره حیات آخرت هست، تا اهل جنت به جنت در آمدن و تا اهل دوزخ به دوزخ در آمدن. بله. یک روز بعضی صحابه ها میگن که یک روز پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز بامداد خواندند و به بالای منبر برآمدند. وقتی که به نماز پیشین از آن گفته شد فرآمدند. وقتی که نماز پیشین خوانده شدند به بالای منبر برآمدند. وقتی که به نماز عصر از آن گفته شد فرآمدند. وقتی که نماز عصر خوانده شدند برآمدند. وقتی که به نماز عصر شام از آن گفته شد فرآمدند. از ابتدای تاریخ شروع کردن تا همین روزه آمدن. فاعلمنا احفظنا، گفتن عالمترین ما حافظترین ماست. چون که در آن وقت نه نوارگیری بود نه ثبت کنی بود، حتی نمی نوشتن. اونا نه همین اونا نوشته هم نمیشد، با دقت گوش میکردن. فاعلمنا احفظنا، عالمترین ما حافظترین ما. کسی حفظ کرد همین سخنه، همین منظره رو، اون عالمترین بود. آیده تاریخ. بله.